در دوشنبه نخستین سیستم جستار تاجیکی در اینترنت معرفی شد. سیستم SMJ-TJ همچون جایگزین گوگل و یاندکس در تاجیکستان گفته می شود. مؤلفانش بر ضرورت چنین نظام برای امنیت اطلاعاتی تاجیکستان تاکید می کنند. در بازار اینواسیونی جهانی هست مثلا سیستم‌های کلانی به مثل گوگل، یاندکس و این MSN، یعنی که این بازاری شرکتی به واسطه خودی مایکروسافت است و اون مایکروسافت با واسطه سیستم یعنی که جستجوی خودش جستاریش موادهای لازمه را برای انگلیسی زبان ها میتونه برسونه. اما برای مردم ما برای زبان دولتی تاجیکی مواد ندارن، یعنی مواد دادن نمیتونن، زیرا که بودهایی که آنها نوشتگن فقط روانه کرده به همو یعنی که از کورپوس زبان میگن به اصطلاح تکنیکی و ادبی و زبانی خودی همی زبانی انگلیسی و لاتینی را در هم کورپوس شوری کردگن. گوگل همه معلومات به زبان تاجیکی برایشون پیشنهاد میکنه؟ همه را نه آخی. سیستم جستاری ما هر چیز را دقیق انیق به میزاجون میتونه. ساکنان در تاجیکستان برای جستجوی مواد از اینترنت اساساً از گوگل و یاندکس استفاده میبرند. این دو نظام بزرگ بجز از خدمات جستجو اینچنین ده‌ها نماد خدمت‌رسانی رایگان را پیشنهاد میکنند. مؤلفان نخستین سیستم جستاری ملی میگویند با نظرداشت این واقعیت برخی‌ها به موفق شدن آنها شبهه دارند. بسیاری متخصصان قطعی رفت آمد کردیم و پرسپوس کردیم. اکثرا که در بازار جهانی یا اینکه اکثرا او دانش مکمل کلان که نداشتن مکمل، آنها دائما مسخره‌وار میخندیدن طرف ما، میگفتن آخه تو میدونی که خطی کیست، یعنی که رقابت کردنی. میگفتم بله ما مطمئنا این کار کردیم، یعنی که ما با یک شرکتی که تمام جهان در زیر نفوذ است، یعنی که گوگل است، ما قطعی رقابت کردنیم. سیستم SMJ فعلا از سوی فیض‌الله جان سفرا و چند دوستانش اداره می شود. سیستم را هم با پول خودشان ساختند. برخی متخصصان از این اقدام استقبال ولی در یک وقت راه مشکل را پیش بینی می کنند. حاضر وقتی که آنها خیلی زیاد هستند، گوگل و یاندکس تخمینا تمام بازار سیستم جستجویی را ضبط کرده هستند و در اینجا باز عادت مردم را شکسته به جای آن عادت نو پیدا کردن. یعنی شما توانید که شهروندان تاجیکستان اگر به ملی سیستم ملی باشه، شهروندان تاجیکستان را عادتی در گوگل جستجو کردنشان را شکند و عادتی در همین سیستم جستجو کردن را به جای آن پیدا کردن خیلی مشکل است. از نقطه نظری تکنیکی هم مشکلات زیاد در پیش می ایستد، چون که باید که سرورهای خودشان داشته باشند، چون که در آن سرورها باید که تمام اینترنت ایندکساژ شود. صرف نظر از این مشکلی ها، مؤلفان سیستم جستاری تاجیکی به موفق شدن خود باور دارند. البته برای رقابت با نظام های جهانی چون گوگل و یاندکس سرمایه بزرگی لازم است، سرمایه‌ای که حالا معلوم نیست از کجا می رسد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.